سلام به همه، خوش اومدید. امروز میخوایم بریم سراغ یه موضوع فوق‌العاده جذاب توی تحلیل تکنیکال. میدونید بازار یه زبون خاص خودشو داره و ما امروز قراره یاد بگیریم چطور با استفاده از الگوهای کلاسیک این زبون رو رمزگشایی کنیم. فکرشو بکنید، بتونیم قبل از اینکه قیمت یه حرکت بزرگ بکنه، مسیر احتمالیشو حدس بزنیم. دقیقاً همینه که قراره در موردش صحبت کنیم. خب این سوال همیشگیه نه؟ آیا واقعاً میشه حرکت بعدی بازار رو پیش بینی کرد؟ راستش رو بخواید هیچ کس گوی بلوری نداره که آینده رو ببینه. اما خبر خوب اینه که الگوهای نموداری مثل یه سری سرنخ‌های فوق‌العاده قدرتمند عمل میکنن. ببینید هر الگو در واقع داره داستان یه جنگ، یه زورآزمایی بین خریدارها و فروشنده‌ها رو به ما نشون میده و کار ما اینه که یاد بگیریم این داستان رو بخونیم. نکته کلیدی دقیقاً همینه. این شکلایی که روی نمودار می‌بینیم همینجوری الکی و تصادفی نیستن. نه اصلاً. هر کدومشون یه جورایی نتیجه تصویری همون کشمکش بین خریدارها و فروشنده هاست. وقتی ما این داستان پنهان پشت نمودار رو درک کنیم، اون وقته که میتونیم با یه دید خیلی بازتر و بهتر تصمیم بگیریم. پس خیلی ساده است. وقتی ما یاد میگیریم این شکل‌ها رو تشخیص بدیم، انگار داریم یاد میگیریم که جهت احتمالی حرکت بعدی قیمت رو پیش بینی کنیم. این الگوها مثل یه تابلوی راهنما عمل میکنن. به ما میگن که آیا روند فعلی قراره به راهش ادامه بده یا نه. احتمالاً قراره دور بزنه و مسیرش عوض شه. ببینید کلاً هر الگویی که ما میبینیم داره یکی از این دوتا داستان اصلی رو برامون تعریف میکنه. داستان اول اینه که روند داره ادامه پیدا میکنه. داستان دوم اینه که روند داره تغییر میکنه. یعنی چی؟ یعنی روند فعلی فقط یه نفس تازه میکنه که دوباره حرکت کنه یا نه قراره کلاً بچرخه و بره یه سمت دیگه. کل بحث ما امروز حول همین دوتا داستان میچرخه. پس دوتا دسته اصلی داریم خیلی واضح، الگوهای ادامه دهنده که دقیقاً مثل چراغ سبز میمونن. به ما میگن برو، روند ادامه داره. و از اون طرف الگوهای بازگشتی که مثل یه تابلوی هشدار بزرگن، دارن داد میزنن هی حواست باشه ممکنه روند برگرده. خب بیاید با هم یه گشتی بزنیم و با دسته اول شروع کنیم. خیلی خوب، بریم سراغ بخش اول. اینجا میخوایم روی الگوهای تمرکز کنیم که به ما میگن روند فقط یه استراحت کوچولو کرده، یه نفسی تازه میکنه تا دوباره با قدرت به مسیرش ادامه بده. اولین الگویی که میخوایم باهاش آشنا بشیم مثلث‌ها هستن. این الگوها کی شکل میگیرن؟ زمانی که بازار انگار داره نفسش رو حبس میکنه، فشرده میشه. دامنه نوسان قیمت هی تنگ و تنگتر میشه. دقیقاً مثل یه فنر که داره جمع میشه و آماده است که یهو بپره. خب ما 3 مدل اصلی مثلث داریم: صعودی، نزولی و متقارن. ولی یه نکته خیلی خیلی مهم هست که فارغ از نوع مثلث باید حواستون بهش باشه. اونم چیه؟ حجم معاملات. ببینید معمولاً وقتی قیمت داخل مثلث گیر کرده، حجم معاملات کم میشه. انگار بازار منتظره. اما لحظه‌ای که قیمت از مثلث میزنه بیرون، یهو حجم معاملات منفجر میشه. این انفجار حجم یه سیگنال تایید فوق‌العاده قویه. به ما میگه این حرکت جدیه. خب بریم سراغ الگوی بعدی، پرچم‌ها. پرچم‌ها رو میتونید مثل یه ایستگاه استراحت کوچیک برای بازار در نظر بگیرید. مخصوصاً کی؟ بعد از اینکه قیمت یه حرکت خیلی شارپ و سریع داشته. قشنگ تصور کنید قیمت مثل یه دونده سرعته، یه مسافت طولانی رو با سرعت دویده و حالا یه چند لحظه وایستاده تا یه نفسی بگیره. داستان پرچم خیلی ساده و روشنه. ببینید بازار یه حرکت انفجاری میکنه، یه مدت کوتاه استراحت میکنه تا دوباره انرژی جمع کنه و بعد بوم دوباره با قدرت توی همون جهت قبلی حرکتش رو ادامه میده. این الگو به شکل فوق‌العاده‌ای قدرت و سلامت اون روند رو به ما نشون میده. بسیار خوب. حالا میرسی به ایستگاه دوم گشت و گذارمون. اینجا قضیه کم دراماتیک‌تر میشه. میخوایم بریم سراغ الگوهایی که مثل زنگ خطر عمل میکنن. الگوهایی که دارن یه نقطه عطف بزرگ، یه تغییر جهت اساسی توی بازار رو به ما هشدار میدن. اولین الگو توی این دسته سقف دوقلو و کف دوقلوه. اینا یه داستان خیلی ساده ولی بی‌نهایت قدرتمند رو تعریف میکنن.
داستانشون چیه؟ اینه که قیمت 2 بار سعی میکنه از یه سطح مهم رد بشه ولی هر 2 بار شکست میخوره. این تلاش‌های ناموفق اون شکلای معروف M برای سقف دوقلو و W برای کف دوقلو رو روی نمودار میسازن که خیلی راحت میشه پیداشون کرد. روانشناسی پشت این الگوها خیلی جالبه. توی سقف دوقلو یعنی همون شکل M، خریدارا دیگه زورشون نمیرسه قیمت رو بالاتر ببرن. دارن قدرت رو از دست میدن. برعکس توی کف دوقلو یا همون W، فروشنده ها دارن ضعیف میشن و خریدارا دارن قدرت میگیرن. اما سیگنال اصلی ما کی صادر میشه؟ وقتی که خط گردن شکسته بشه. خط گردن چیه؟ اون خطی که کف بین 2 تا قله توی الگوی M یا سقفی که بین 2 تا کف توی الگوی W هست رو به هم وصل میکنه. شکست این خط چراغ سبز ما برای ورود به معامله است. و اما میرسیم به یکی از معروفترین، معتبرترین و شاید بشه گفت یکی از قوی‌ترین الگوهای بازگشتی توی کل تحلیل تکنیکال، الگوی سر و شانه ها. خیلی ها این الگو رو قوی‌ترین سیگنال برای هشدار تغییر روند میدونن. ساختارش خیلی جالبه و اسمش هم دقیقاً از روی شکلش اومده. یه شونه چپ داریم، بعد یه قله بلندتر که بهش میگیم سر و بعدش یه شونه راست که تقریباً همسط شونه چپه. اینجا هم ما یه خط گردن داریم که کفهای بین این 3 تا قله رو به هم وصل میکنه. وقتی قیمت این خط گردن رو به سمت پایین بشکنه، این دیگه یه سیگنال خیلی خیلی قویه که روند صعودی تموم شده. البته این الگو یه مدل برعکس هم داره به اسم سر و شونه معکوس که دقیقاً برعکس عمل میکنه و خبر از شروع یه روند صعودی میده. خب تا اینجا یاد گرفتیم چطور این الگوها رو روی نمودار پیدا کنیم. عالیه. اما پیدا کردنشون فقط نصف راهه. حالا وقتشه که از تئوری بیایم تو عمل. میخوایم چند تا قانون طلایی و غیر قابل مذاکره رو با هم مرور کنیم که برای استفاده درست و مؤثر از این الگوها واقعاً حیاتی‌ان. اگه قرار باشه فقط یه چیز از کل این بحث یادتون بمونه، اون همین جمله است. الگوها فقط و فقط وقتی معتبرن که قیمت ازشون خارج بشه، یعنی اونها رو بشکنه. تا قبل از اون شکست، الگو فقط یه احتماله، یه پتانسیله، هیچی قطعی نیست. این خود حرکت قیمته که به الگو اعتبار میده و تأییدش میکنه. پس بیایید این 3 تا قانون طلایی رو همیشه گوشه ذهنمون داشته باشیم. قانون اول، یادتون باشه ما با احتمالات کار میکنیم نه قطعیت 100%. قانون دوم، حجم معاملات بهترین دوست شما برای تایید شکسته، همیشه بهش نگاه کنید. و قانون سوم که شاید از همشون مهمتر باشه، عجله نکنید. هرگز قبل از اینکه شکست اتفاق بیفته وارد معامله نشید، صبر کنید تا بازار خودش بهتون سیگنال بده. خیلی خوب، حالا که این قوانین رو هم میدونیم، بیایید همه این اطلاعات رو بریزیم توی یه قیف و یه استراتژی ساده و عملی ازش در بیاریم. ببینیم توی دنیای واقعی چطور میتونیم از این الگوها استفاده کنیم. یه روند 4 مرحله‌ای ساده و تمیز. مرحله اول، خب معلومه، الگو رو روی نمودار شناسایی کنید. مرحله دوم، صبور باشید. منتظر بمونید تا قیمت از الگو بزنه بیرون و شکست اتفاق بیفته. یه تکنیک خیلی حرفه‌ای اینه که همون لحظه وارد نشید. صبر کنید، قیمت یه برگشت کوچیک بزنه به همون سطحی که شکسته که بهش میگیم پول بک و بعد وارد بشید. این اعتبار معامله رو خیلی بالاتر میبره. اون مرحله آخر و 4م، همیشه حد ضررتون رو اون طرف الگو قرار بدید. مدیریت ریسک از همه چیز مهمتره. و این سوال نهایی همه چیز رو جمع‌بندی میکنه. شما الگو رو پیدا کردید، شکست رو هم دیدید. ولی نقطه دقیق ورود کجاست؟ دقیقاً کی باید دکمه خرید یا فروش رو بزنیم؟ شما الان میتونید داستان بازار رو بخونید که فوق‌العاده است. اما اینکه دقیقاً با چه سیگنالی وارد معامله بشیم، این موضوع بحث بعدی ماست. ماشه‌های ورود یا همون تریگرهای پرایس اکشن. تا اون موقع برید روی نمودارها و سعی کنید این الگوها رو پیدا کنید. تمرین کنید تا چشمتون عادت کنه. Hey everyone and welcome. Today we're going to dive into classic chart patterns. Now look, lots of people can spot these shapes on a chart, but very few really get how to use them. So we're going to go way beyond just recognizing patterns and start to see how these shapes can be an actual roadmap for the market. And this quote right here, it really gets to the heart of it all.
See, a pattern by itself, just floating in the middle of a chart, it's just a shape. Kind of meaningless. But when that exact same pattern shows up in a very specific, high probability spot, well, that's when things get interesting. As you're about to see, context is absolutely everything. All right, first up, let's talk about reversal patterns. I mean, the name pretty much says it all, right? These are the formations that pop up and signal a potential end to whatever trend is currently going on. Think of them like a huge warning sign from the market, telling you that the tide might be about to turn. And the absolute king of reversal patterns has got to be the head and shoulders. You can see its unique shape right here. You get a peak, which we call the left shoulder. Then it's followed by an even higher peak, that's the head. And then finally, a lower peak, the right shoulder. And all three of these sit on this critical support level we call the neckline. This whole pattern is basically telling a story of a trend that's running out of steam. So how do you actually trade this thing? Well, it's a really clear 3-step plan. First up, the entry. You've got to wait for the price to break and, crucially, close below that neckline. Now, an even better entry is if the price comes back up to retest that broken line as new resistance. Second, your stop loss. You want to place that safely above the right shoulder. Why there? Well, if the price gets all the way back up there, the pattern is busted anyway. And third, your target. A really common way to do this is to just measure the distance from the top of the head down to the neckline, and then project that same distance down from where the price broke out. You know, the little details are what separate a really high-quality pattern from a total fake-out. A textbook head and shoulders usually has the highest volume right when the head is forming. That's kind of like the final big push from the buyers. Then the right shoulder is weaker, showing that exhaustion is setting in. And a huge rule here, don't just force this pattern onto any 3 random peaks you see. It has to form after a nice sustained uptrend. Okay, next up we've got the double top or the double bottom. The easiest way to think about this is the market trying to break a level, failing, and then trying one more time and failing again. A double top looks just like the letter M, and it signals a potential move down. And a double bottom, you guessed it, looks like a W, signaling a potential move up. The key idea here is trend exhaustion. The market just plain runs out of gas. And the trading plan here is just as simple. So for a double top, that M shape, you're looking to get in after the price breaks that little valley of support between the 2 peaks. Your stop loss just goes right above that second peak. Then for your target, you can aim for the next major support level down below, or you can just shoot for a trade that gives you at least a 2-to-1 risk to reward. And of course, the logic is the exact same, just flipped upside down for a W-shaped double bottom. All right, let's switch gears for a second. See, not every pattern is screaming reversal. Sometimes the market just needs to take a little breather, catch its breath before it keeps on going in the same direction. And that's where continuation patterns come in. A classic example of this is the triangle. So over here on the left, you've got the ascending triangle. Notice how there's a flat top, a clear line of resistance, but the bottom trend line is rising. This tells you buyers are getting more and more aggressive, which suggests a breakout to the upside is pretty likely. And on the right, it's just the opposite. The descending triangle has a flat bottom, that's our support, but the top trend line is falling. This shows that the sellers are in control, and it points to a potential breakout to the downside. Now, this is the most important thing you need to know about triangles. I want you to think of them like a coiled spring. As the price gets squeezed tighter and tighter and tighter into the corner of that triangle, it's just building up energy. And the longer that compression goes on, the more explosive that final breakout is going to be. Next, we have flags and wedges. A flag is your classic continuation pattern. So after a really strong move up or down, we call that the flagpole, the price just kind of chills out in a tight little channel that slopes against the trend. It's signaling a quick pause before the trend continues. A wedge is similar because it also has those converging trend lines, but it's a little bit trickier. While it can be a continuation pattern, sometimes it can actually signal a reversal. But either way, one thing's for sure. The breakout from a wedge is usually very, very sharp. Okay, so we've looked at all these different patterns, but right now, we're getting to the most important part of this whole explainer. This is the one idea that takes these from being just simple shapes on a chart and turns them into a really powerful trading method. It is all about combining the pattern with the right zone. So just take a look at this chart. We can see what looks like a bullish flag, right? It's got the flagpole, it's got the consolidation, but ask yourself, where is it actually forming? It's just kind of floating there in the middle of nowhere, with no important support or resistance anywhere nearby. This is what a pattern in isolation looks like. It's a low probability setup that's usually just market noise. Now,
I want you to contrast that with this example. It's the exact same bullish flag pattern, but the difference here is the context. Look where it's forming. It's happening right on top of a key level, a previous resistance area that was broken and is now acting as new support. The location of this pattern gives it so much more credibility. This is no longer just a random shape. It's a clear signal happening at a critical battleground in the market. And that brings us to the final piece of the puzzle, confirmation. So we have our pattern, and we have it in the right zone. The last thing we need is a trigger, a green light. And right here, we get a powerful bullish engulfing candle. That's where one candle just completely swallows up the previous one, right as the price is breaking out. That's our final confirmation. So when you get all three aligned, the pattern, the zone, and the candlestick, that's when you have a truly high probability trade signal. So we've gone all the way from just looking at basic shapes to building this powerful three-part confirmation model. But listen, theory is just the start. The real skill here is built through practice, right? It's about applying this knowledge over and over until spotting these high probability setups becomes second nature. If you only take one single thing away from our chat today, please let it be this. A chart pattern without the right location is just noise. But a pattern with the right location, that's a signal. And just remembering that one distinction is going to help you filter out a ton of bad trades. And to put all this into practice right away, here's your challenge. Pull up a chart of your favorite market from today, but don't just look for random shapes. I want you to look for patterns that are forming at key levels of support or resistance. Which one is hiding in plain sight right now? Happy hunting!